امام غزالی در احیاء العلوم قصه میکند از شیخ مدائینی که بار در موسم حج همیشه شب و روزها بوده است. مسلمانان از مدینه به سوی مکه به خاطر زیارت خانه خدا رهسپار میشوند. این در عصر صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقع شد. از جمله امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما همراه پسر عمکشون عبدالله ابن جعفر در راه می آیند. از بس که اسب داشتن، اسبای بادپا بود، کاروان که آهسته می رود. اینا جوان بودن، خوناشو در جوش، اسبهاشون هم بسیار اسبای سواری خوب، اندکی با سرعتر می روند، از کاروان دور می افتند. دیگر کاروان به چشم رس در هیچ جا در نمی یابند. طعام و نوشابه همه در داخل در کاروان است، در بالای شترها. همراهشو چیزی ندارند. وقتی که تشنه میمونند، گرسنه میمونند، وضعشو بسیار ناگوار میگردد. در او بیابانی که در فاصله هزارها کیلومتر یگان آبادی نیست، خدا نکند که انسان در مخمصه افتد. بسیار وضعیت مشکل است. پس ناخواست چشمشون به یک خیمه می افتد. میگن انشالله اینجا آبادانی بده است. می آیند داخل خیمه می شوند. یک کمپیرک نشسته است، یک کمپیرک عرب، در دستش دوک، رشته می ریسه. گفتن مادر ما مسافر هستیم، تشنه موندیم، یگان نوشابه نداری که ما را ضیافت کنی. گفت یک لحظه صبر کنید. یک گوسفندک در همون داخل خیمه بسته شده بود است. گوسفند جوشید، اندکی با آب آمیخته کرد، آورد داد چون که نوشی جان کنن. اگه آب خوردن تشنگی را وقتی شکستن، بعد گرسنگی ظاهر شدن میگیرد. گرسنگی بالای انسان مستولی شدن میگیرد. جوان سالم گفتن مادر گرسنه موندیم، یگان طعام نداری بیاریمون. گفت غیر همین گوسفند چیزی ندارم. اینا کارت بگیرید، شما جوان هستید، گوسفند بکشه پوست کنه بیاره، انشالله من طعام براتون درست میکنم، استعمال کنید. این واقعی تاریخی است. پس گوسفند خستن، کشتن، پوست کردن، در دیگ انداختن. کمپیرک براشون طعام درست کرد، طعام نوش جان کردن. او یک گوسفند خورد، برای سه جوان مرد هم یک نان چا شوشید. بعد خستند عرض سپاس کردن. گفتن مادر اگر ما بودا گذرت به مدینه افتید، ما از قریشیم. نگفتن ما کی هستیم، گفتن ما از قریشیم. اگر انشالله نظم بیای، خیلی انشالله اجر ثواب میگیری و انشالله مزد و میناداری ما هم خواهی دید. بعدا به حج رفتن. از بین چندین مدت گذشت. در این بین شوهر کمپیر وقتی میآید میبینم گوسفند نیست. گفت گوسفند کو؟ کمپیره گفت در همه عرفه عید شریف اضحی 3 نفر مهمان اومدن، بسیار شخصای شریف سعید از قریش بدین. در خونه دیگه یگون چیزی نبود که ضیافت چون کنم، گوسفند کشتم و همو را ضیافت دادم. گفت ای کمپیره که پلید، تو دیوانه ای چی؟ من در دولتی سرم هم یک گوسفند داشتم، ای سرت مونه از همون مال و ثروت محروم شدم به همه دید قریشی. تو چند مدت زندگی کردن، دیگر سالی قحطی به دست، بیچاره احوالشو تنگ شد، چیزی ندارن که روز بگذرونن. چال کمپیر فرزند هم نداشتیان. از روی زور آمد به شهر کلان نزدیک شدن به مدینه و از صحرا سرگین میغن داشتند، می آوردند همچون علاوی، همچون سختار می فروختند. یک روز همون کمپیرک در پشت سرگین، خلطه سرگین گرفته است، در کوچه‌های مدینه میگشت. امام حسن قضای الهی در نزد خونش نشستگی، در نزد در خونش نخواست کمپیرک هم ببینم میشناسه. اومد سلامش داد. مادر جان مرا شناختی؟ گفت نه بچم. گفت من همون مهمان قرشی ته هستم، یاد داری؟ گفت خدا نگهبانت شود. گفت چی واقعه شد که در مدینه ترا میبینم؟ گفت فرزند جان روزگار سخت اومد، دیگر علاج نیافتیم، برای قوت لایموت در مدینه سرگین فروشی میکردیم. امام حسن 1000 دینار و 1000 گوسفند براش هدیه کرد. یعنی تو نیکی میکنه در دجله انداز که ازی در بیابان دهد باز. بعد یک جوان، یک شاگرد چه گفت که ایرا بگی نزد برادرم حسین ببر.
کمپیرک نزد امام حسین آوردن. امام حسین هم شناختش. اهلا و سهلا مادر جان، خوش آمدی، چی واقعه شد؟ بعد قصه کرد. امام حسین هم 1000 دینار و 1000 گوسفندش داد. بعد گفت یک شریک دیگر هم داشتیم، یک پیش خدمت همراهش کرد به نزد عبدالله ابن جعفر که خیلی شخصی ثروتمند بود، پسر عمک شد، به نزد او فرستاد که او را از ثواب قفا نماند. ببینید مردای صالح پیش هم خود ثواب میگرفتن، هم دیگران هم تحریک میکردن که از این ثواب قفا نمانند. آوردندش نزد عبدالله ابن جعفر. گفت مادر امام ها به تو چی دادن؟ گفت هر کدامش 1000 دینار و 1000 گوسفند. گفت سبحان الله، ای من شروع میکردی من احوالشون رو بد میکردم. عبدالله ابن جعفر 2000 دینار و 2000 گوسفند به کمپیرک داد. صاحب 4000 دینار و 4000 گوسفند شد. این نعمتی هست که خدا در دنیا برای ما و شما میدهد. واقعا این مردایی که دوست میدارن خیر احسان کردن، اجر شدیدن، پاداش شدیدن، عوضش از پروردگار دیدن که اینقدر قلبش مایل است، قلبا گرم است به خیر و به احسان نمودن. و الا کی را دلش میشود که 10 سوم از کیسش بکشه و به یک آدم بیگانه دهد؟ دست کی جنبد پی خیر و سخا تا نبیند جاده را جایش بدل. دست کی جنبد به ایثار عمل تا نبیند جاده را جایش بدل. این دست تا اگر بدل نبینه و فایده و منفعت نبینه هیچ وقت نمی جنبه. تا نبیند کودکی که سیب هست او پیازی گنده را ندهد زیده است. این هم یک طفله که در دستش پیاز باشد، پیاز کو از دستش بگی داد فیغان کرده خچه در زمین میزنه. اما اگر یک سیبکی سرخ باشد بیار بگو بچه جان من این سیبکی سرخ بگی، او پیاز بته، او پیاز تیزه، پیاز می اندازه می پرتویه و سیب میگیرد. پس این خیر احسانی که ما و شما میکنیم به سیمت آن همون پیاز است در مقابل سیب نازنینی که در بدل خدای تعالی به ما و شما میدهد. امروز باور کنید در جمهوری شخصای فقیر، شخصای نادار، شخصای کم بضاعت هستند. همه یه چشم امید دارن، اونا را مثل ما و شما الحمدلله مسلمان هستند. در همین روز سعید امید دارن که خداوند متعال با واسطه مردای خیرخواه، مردای خیر کننده خیرات احسانات براشون هدیه میکند. زیرا امروزها روزهای عید است، روزهای خرسندی است. پس باید برادرای عزیز ما و شما از این خیرات، از این احسانات خدا قفا نمانیم. آدمی بود که از این زمره و این گروه نبود، او برای گوش کردن امر معروف هم اومده بود. اما کار همی خیلی غلطی فوق العاده که دیگه ایزو کشید در جوش خسته نتونست. گناه هم را ببخشی. او هم گوشت قطازخوری اومده بود، آشی پلوزنی اومده بود، هیچ در نقشش نبود که من میشینم با صحبت گوش میکنم. آیا تو گناه هم را میبخشی پروردگارا؟ حضرت خداوندی میفرموده است هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. علما و واعظای امت حبیب من محمد صلی الله علیه و سلم همنشینای خوبی هستند که هرگز نمیگذارن که نما همنشینشون در شقاوت باشه. گپی خدا و پیغمبر هم میگن بعضا سختتر کرده و تلختر کرده میگن، زیرا آدمی بیمارده داروی تلخ دادن در کار. اما نمیگذارن که نما همنشین در شقاوت در بدبختی باشه، با شرطی که با صحبت اهمیت بتن، گوش کنن. بسیار مهم استی. خدا رحمت کنه مولوی را. میگه اونیا که مرغی گرفت از مکر دام، یک صیاد یه روز خیلک میمونه، حاجی جمشید بسیار با دقت گوش کرده است، صیاد دیده ای انا خیلک میمونه یک پرنده ای را شکار میکنه. مرغ او را گفت ای خواجه همام، تو بس گاوان و میشان خورده ای، تو بس اشتر به قربان کرده ای، تو نگشتی سیر زینها در زمان، هم نگردی سیر از اجزای من. قدرت خداوند همون پرنده ها به گپ میوید، به سخن میوید. وقتی حکم خداوند برود سنگ تسبیح میگه، وقتی امر خداوند شود گرگ به سخن میوید. هیچ اشکال نداره. این پرنده کو با بعضی پرنده هاش در گپ زنی بسیار استوار. بعضی همین نمودی پرنده ها را اگر اهمیت داده باشه مثل توتی، حتی بعضا همین ماینه را چکارش میکنن، چه هیلهش میکنن که گپ میزنن. در یک زپیسک دیدم 7-8 کلمه را یا ماینه میگه.
خدا رحمتش کنه فقیه عبیلیسی فقیه ابو حفصی کبیری بخاری منتشر کننده مذهب امام اعظم ابو حنیفه در همین ملکای ما در ماوراء النهر. همین حضرت میگه وقتی که اومده بود در مسجد روزای جمعه موعظه میکرده است. یک روز بالای منبر شیشته است، یک شخص سوالش میته که حضرت شخصی که دعای قنوت نمیدونه اجازه هسته که جای همون قنوت مقصد که اما فرض کردیم که یگان دعا کنه یا که مثلا اینن بعضا سوره اخلاص میخونن همه اجازه هسته؟ میگه همه یا ربی بگه کفایه میکنه، همون درسته، هیچ رم که ندونه همه یا ربی بگه میشوه. بعد چند موسم حج میشوه این حضرت امیر حج تعیینش میکنن از بخارا رویش میکنن در این شهر بغداد میرسن ولی که با حرم ندرومد در این بغداد عراق یک روز خطی حجی و بزرگ میدرویا یک پرنده را در فروش ماندگیان یک توتی را صاحبش به حد نرخ قیمت گفته است میگن که تو چی قیمتش میگوی؟ میگه این 300 کلمه میدونه زیاده ای 10 سوره قرآن از یاد میدونه 10 سوره همون توتی قدرت خدای تعالی دعای قنوت هم میدونیست است گفت این دعای قنوت هم میدونه توتی دعای قنوت از یاد گفت میگه این وقتی که حضرت اکد فتوا داده است که همین یا ربی بگوی میشوه جای دعای قنوت در نماز ویتر. همین وقت قنوت خانی توتی را میبینه خطی مردم وداع میکنه و بگرده قفو میآید روز جمعه بالای منبر میبروه میگه همون آدمی که مرا سوال داد کجاشی با یک کس میخیزه که من بدم میگه چند نماز تو حوزی را خوندی قبول حوزی میره مرده از یاد میکنی ناشکری تبا کنم که اوخی توتیه که عقل نداره مکلف نیسته به خاطر یه مشکر دعای قنوت از یاد کرده است و اوخی ترا بدبخت خدای تعالی با عقل با ایمانت کرده است اوخی تو اشرف مخلوقات پروردگار هستی ترا وعده جمال خود چه داده است وعده جنت چه داده است این خبرای تو نوش نعمت مهیا کرده است حتی همون توتی و بلبل هم در خدمت تان تو شرم نمیدونی که دعای قنوت از یاد نمیکنی همین روز میره مرده از یادش میکنی امتحان میگیره. همین واقعا بعضی پرنده هسته که میدونن همین در زپاس سلاور زپاس شو 300 کلمه زیاد هم هست میگه قدرت خدا همون پرنده به گپ میآید میگه که ای خواجه تو فکر کن که این قدر شتر و گاو و گوسفند تو خوردی سیر نکردی تو توسی نوزنی ای پامیر و وطنت زدی ولی سحر بپرسند میگوی که شکم ای گشنگی را نغوره مینوی با همین 30 گرم با همین 10 گرم گوشتی من سیر میکنی گوشتی من 10 گرم با همین گوشتی من سیر میکنی همین کشتن منو خوردن من یکم فایده نمیگیری هلمه رو تا که 3 پندت بردی هم تا بدانی زیرک هم یا ابله هم از اون بهترش رهام که 3 نصیحتت میکنم انشالله با همین نصیحتو عمل کردی خداوند خیر دنیا و آخرت هم میتد. اولی اون پند هم بر دستی تو ثانیش بر بام کهگل بستی تو وان سوم پند دی هم من بر درخت تو از این 3 پند گردی نیکبخت. نصیحت اولا گفت در همین کفی دستت میکنم با نگوی که همین پرنده فریبم کردسته اگر معقول شید سرم تی نصیحت دیگه در بالای دیوار میکنم. بعد وقتی که آزاد شدم و طبیعتی که شده که خداوند دیده که برآمدم در شاخ درخت بعد انشالله ای همه نصیحت مهمترین اساسی را میگم آن چی بر دست است آن است این سخن که محال روزی کس باور مکن. نصیحتی اول گفت برادر وقتی شخصی از سخن محال گفت بشنو باور نکن. متاسفانه بسیار میشودند اید چون میکنی جان تغم داده هیچی گپ نداره خی همون فرزکوت هم میخونی خی تو مسافری کو همون سنت نخونی را میشوه کسی همی گپ هم میگه کو بخدا قسم آشنای تو نیست او رفیقی تو نیست اونا میخواه که تو چند ثواب دیگه بگیری. اگر هم مردک بگد که 10 سوم همونجا غلطی دیگه این نگیرش همون را چیکارش میکنی یا خد 200-300 سوم داری گپش گوش میکنی نمیکنی کو. پس چرا در کار شریعت یک بدبخت مانع تو میشوه با این لعنتی و بعضش نعوذ بالله تهمت میزدیان که در سفر نمازی سنت خوندن بدعت والله کسی میگه خودش مبتدی است. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوانده شدن سنت در سفر ثابت است. در
جامع السنن امام ترمذی حدیث عبدالله ابن عمر است والله اعلم حدیث رقم 552 حضرت میگه صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الحضر و السفر همراه حضرت میگه هم در حضر در وطن نماز خوندگیم هم در سفر یعنی از پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فصلیت معه فی الحضر الظهر اربعا و بعده رکعتین همراه حضرت میگه نماز پیشین در وطن 4 رکعت خوندیم 4 تا بعدش 2 رکعت بعدش 2 رکعت نمی 2 رکعت سنت بعد پیشین های و میگه و صلیت معه فی السفر الظهر رکعتین و بعده رکعتین همراه حضرت در سفر میگه نماز پیشین 2 رکعت خوندیم قصر بعدش 2 رکعت بعدش 2 رکعت نمی سنتی بعد پیشین های والعصر رکعتین ولم یصلی بعده شیئا نماز عصر میگه 2 رکعت خوندیم بعد عصر حضرت یگون چیز نخونده است بعد عصر او برای که سنت نیست ای والمغرب فی الحضر و السفر سوا 3 رکعات و هی وتر النهار نماز شام هم در وطن هم در سفر 3 رکعت خوندیم میگه او نماز شام قصر نداره این برای وتر نهار بعد حضرت میگه و بعده رکعتین بعدش 2 رکعت یعنی 2 رکعت سنتی بعد شام خوندیم با اسناد حسن ترمذی آورده استش امام طحاوی در شرح معانی الاثار همه حدیث آورده است با اسناد همون حسن با علاوه داره میگه و صلی العشاء رکعتین و بعده رکعتین نماز خفتن حضرت 2 رکعت خون بعدش میگه 2 رکعت اینا می 2 رکعت سنتی بعدی خفتن برای همین طریق گپورا بشنو قبول نکن نامعقول کرده است بگو برادر تو نامعقول کردی بعد میگه وقتی که ای کفش آزادش کرد جست بالا و بران دیوار رفت پرید در سر دیوار شیشت گفت دیگر برگذشته غم مخور چون زی تو بگذشت زان حسرت نبر نصیحتی دیگه گفت بگذشته صلوات چیزی رفت فکری حاضره و آینده تبکک همین بسیاری مردم ایامی غمه ای بچه کاش که همین فرزنده وقتش ده میبردم در پیش یک خوری میموندم حالی یگون پرحق میبرداشت امروز انشالله هم فایده و منفعتش در دنیا میرسیده که هم بعدی مردن گذشته رفت مردکی حاضر فکر که علم یگون محدودیت نداره اطلب العلم من المهد الى اللحد علم طلب کن از گهواره تا لحده تا وقتی مردن تا یگون محدودیت نداره صحابه پیغمبر مسافر بودن تعلیم گرفتن و تمام مردم عالم تعلیم دادن برای علم یگون خیلی محدودیت نیست یک مسافر در 60 سالگی پنسه میشوه در مدت 3 سال قرآن کلان حفظ کرده است این 60 ساله مردک در 63 سالگی حافظ کلی قرآن شده است تنبلی نکن حالی وقت است اما چیزی رفت دیگه نگو بچه وقتش ده چی باید نکردیم وقتش ده چی باید نکرد نگو که وقتش ده در کلخوز زمین میفروختن یک ساتیخش $100 نمیخری یک 50-60 ساتیخ پرتای امروز اینا چند هزار دلاری میفروختم خود در نصیبت نبوده از جورا برای همین چیزی که رفت دیگه خلاص آزاد شد میگه بالای شاخی درخت برمد بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم 10 درم سنگ است یک در یتیم دولتی تو بختی فرزندانی تو بود آن گوهر به حقی جانی تو وقتی شاخی درخت داشتش که ای مردکی ساده اگر میکشتیم در درون جغیلدانم یا بریلیانت بود یا بریلیانتش 30 گرمه به 7 پشت میرسیده دولتی تو بختی فرزندانی تو بود آن گوهر به حقی جانی تو فوت کردی در که روزیت نبود که نباشد مثل آن در وجود خیلی در نصیبت نبود است بر رفته دستت میگه آنچنان که وقتی زادن حامله ناله سازد دایش در غلغله خوجش در غلغله همیچ خیلی زنه که دردی کودک میزنه آه و فیغان میکنه ایران میگه حیدریق دزد ای بچه کاش که میکشتمت ناشگری عقل شود کاش که فریبی تو را نمیخوردم ما را گفتش نه نصیحت کردمت که ما بودا برگذشته دیغمت پرنده میگه هر دبری رود سیاه اکر انسانی عاقل
همولی نصیحتت نکردم که بگذشته صلوات چون زیتا بگذشت چون غم میخری یا نکردی فهم پندم یا کری اوخی چیزی رفت من خلاص شدم نه که های دریغ میگوی وان دیگر پندت بدادم که زلال هیچ تو باور مکن قولی محال من نیم خود 3 دیرم سنگ ای اسد 10 دیرم سنگ اندرونم چون بود اوخی نو پیشتره گفتم که سخنی مشکل گفتم بشنو قبول نکه اوخی نوشگری چوا که من خودم 10 گرمم بریلیانتی 30 گرم مرا چه خیل من قرد کردم چه خیل میگیرم میگردونمش هر سال هیچ عقل داری 3 برابر عوض خودم از بینتر میگه خوجه باز آمد به خیش عقلش در سرش زد خوجه باز آمد به خیش گفت که حین باز گوی آن پندی خوبی سومین جورا گفت که وعده کردی هم نصیحتی سیمم بکن او گفتی یا نصیحتی دیگه بکنم گفت آره خوش عمل کردی بدان تا بگویم پندی سالیس رایگان گفت که ایده تشخطی خوب عمل کردی خیلی عالم گلیستان شد سیمش موند در 1 دقیقه 2 نصیحت ما فراموش کردی پند گفتم بر جهول خوابناک تخم افکندن بود بر شور خاک این همی شخصی که جاهل است خوابالودای بر او میگه پند نصیحت گفتن مثل این همی چوشیدن دانه گندم در شور زمین ای همی در محفل معرکه وقتی که صحبت شید هر موضوعی که باشه انشالله مهم ای لازم ای با دقت گوش کنه برادر بعدم به خاطر اون که فراموش نشوه همراه لو عقل بره در همین خاندان تو در بین فرزندان تو قصه کنه الحمدلله امروز هم محفل خیر است هم محفل دعوت حاجیو است هم محفل مولود نبوی است هم الحمدلله این بابای عبدالواحد خدا برکتش بده از بس که در ناشکریش هم بچه را یاد میدادم که کم کم خیر کردن در کار اوراقها را یاد کردن در کار همین فرزند مثل پدر میروه کم و تدین و تدان چه خیلی تو معامله کردی با تو هم خیلی معامله میشوه